درود به تمام تاجیکان دنیا، پارس ها و ایرانی تباران. میخواستم درباره این صحبت کنیم که بسیار نفران در پرده درکی شخص شده رسیدگی گره ماندند. مفکوره کسانی را مینامم که به گفته آنها هم روز ملت تاجیک را از جهل و بیسوادی نجات داد و هم روز ملت تاجیک را صاحب مرز و بوم کرده است. یعنی نفرانی که میگویند که تاجیکان بعد از دولت سامانیان دیگر دولتی نداشتند. بنابراین ما ملت تاجیک باید از روزها منتدار باشیم و با شما هزاران بار سر تعظیم در منتداری و شکرگزاری فرود آوریم. آره، این عقاید بسیار هستند، اما چی گله کنیم که تبلیغات های 100 ساله اخیر همین بوده است. تنها اگر مردم خود اقدام به مطالعات و تاریخ نکنند، جز این دیگر واقعیت ها را نخواهند دانست. خب ما کوشش میکنیم که در این چند دقیقه هست بر این موضوع یک روشنی بیاندازیم تا باشد که شما یک سمت پیدا کنید و مستقلانه تاریخ واقعی ملت خود را دانسته باشید. ببینید، تاریخ یک چیزی نیست که مثلا مثل فن متماتیکا که 2 جمع 2 4 بشد تو همه در همه زبان در همه زمان خب 2 جمع 2 4 بشد. تاریخ فنی هست که با خواندن یک کتاب نمیتوانید خلاصه خودتان را در این موضوع پیدا کنید. بنابراین برای خوبتر و واضحتر آموختن فن تاریخی خود باید معلومات های بیشتر و کتاب های زیادتر را باید از نظر گذرانید تا واقعیت هایی که هست پیدا بکنید. یکم میخواستم این را بگویم که همین جمله که شما میگویند دولت سامانیان، اصلا همین کلمه خودش اشتباه است، چون این دولت سامانیان نیست، سلاله سامانیانه. نام کشور اینها در بعضی مأخذها همچون خراسان یا ایران نامگذاری شده است. ببینید، مثال روشن این همین شعر رودکی است که میگوید امروز به هر حال بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است پیروزی آنجاست. یعنی که رودکی به امیران سامانی همچون میران خراسان، یعنی که نام کشورشان را همچون خراسان نام برده است. و یک دلیل واضح که سامانیان خودشان را همچون ایرانی و هویت ایرانی داشتند این شاهنامه است. شاهنامه بیانگری تاریخ ایران زمین است و در این شاه اثر فردوسی زیاده از 700 مرتبه کلمه ایران را استفاده برده است. حالا اگر سامانیان هویت ایرانی نداشتند، پس آیا دستور به نوشتن این میدادند؟ خب حالا من از کلمه ایران استفاده بردم، باز بعضی ها فکر نکنند که ما داریم از جمهوری اسلامی ایران سخن میگوییم. نه، بلکه واژه ایران در شاهنامه این یک سرزمین خیلی فراخ است، از میان رودان تا سرحد چین را در بر میگیرد و واژه ایران این آریایی و آریانا است. و به قول رودکی سمرقندی، شاهان سامانی شاهان ایرانی بودند و خودشان را همچون ایران و سرزمینشان را همچون ایران زمین یا خراسان میدانستند. حالا که ما میدانیم که نام کشور تاجیکان در زمان سامانیان چی بود و با از بین رفتن سلاله سامانیان دولت تاجیکان از بین نرفت و جای آن را یک کشور دیگر نگرفت، چخیلی که همه ما میدانیم پدر سلطان محمود غزنوی سبکتگین را اسماعیل سامانی در بازار غلام فروشی بخارا خریده بود و از سبب که او برایش خدمت‌های کرده بود به او در بخش‌های از کشور خود ولایت می‌دهد و سلطان محمود غزنوی که خود در آخر حکمرانی سلاله سامانیان حاکم شهر غزنه بود و یک سپهسالار ایرانی بود
که آخرین نماینده سلاله سامانیان به او همچون عنوانهای هم داده است. وقتی قره‌خانیان آمدند و بخارا را گرفتند، این سپهسالار از این منطقه توانست بخش‌های از کشور تاجیکان را به هم متحد کند و نگذارد که آنها به دست ترکان قره‌خانی بیفتند. غزنوی ها افتخار می کردند که ایرانی هستند و پادشاهان ایران هستند و برای خود شجره‌نامه های هم ساخته بودند که خود را به ایران بچسباند. همین گفته ها را می توانیم درباره کشورهای خوارزمشاهیان و سلجوقیان، غوریان بگوییم. به هیچ وجه به این کشورها نمی شود گفت که اینها یک کشورهای ترکی اند و غیر ایرانی اند و دارند بر بالای ما حکمرانی می کنند. نه، این کشورها یک کشورهای ایرانی اند و فخر می کردند که آنها دوام دهنده کشور سامانیان می باشند. خب اگر شما این کشورها را قبول ندارین چون میگوین غزنویان و خوارزمشاهیان شاهانشون ترک بودن، اینها کشورهای تاجیکی نیستند، خب ما باز کشورهایی داریم که پس از سامانیان ده ها کشورهای تاجیک دیگری هست که بعد اونها حکمرانی کردند. بسیار از مشکلات های تاریخ‌خوان های امروزه ما در آن است که آنها تاریخ ملت تاجیک را به سرحدهای امروزه تاجیکستان آوردن و دارند در دایره این محدودیت تاریخ تاجیکان را بیانگری میکنند. تاریخ ملت تاجیک فراختر از مرزهای امروزه تاجیکستان است، فراختر از مرزهای ماورالنهر است. تاریخ ملت تاجیک را با 25 میلیون تاجیک در خراسان یا افغانستان و زیاده از 10 میلیون دیگر در پاکستان است که باید تاریخ اینها هم در قطار تاجیکان ماورالنهر مورد آموزش ما قرار بگیرد و تاریخ تاجیکان را به منطقه ها جدا نکرده در شکل عموم باید مطالعه کرد. با همین تمام میکنیم. اگر ما در یکم چیز اشتباه گفته باشیم می توانید آن را در کامنت اصلاح کنید و یا اگر یکم چیزی نوی گفتنی باشد نیز پیام خود را گذارید.